با سلام خدمت همه شمایی که قراره این ویدیو رو تماشا کنید. امیدوارم بتونم مطالبی که تو این ویدیو قرار بهتون ارائه بدم واسهتون مفید واقع بشه. امروز میخوایم راجع به یک داروی تقریبا کمکی توی دیابت نوع دوم واسهتون حرف بزنیم. دارویی که قراره امروز راجعش صحبت کنیم دارویی است به اسم آکاربوز. آکاربوز جزو داروهای بسیار کاربردی در دیابت نوع دوم میباشد. این دارو اولنش که مهار کننده آلفا گلوکوزیداز میباشد. آلفا گلوکوزیداز رو که مهار میکنه پس باعث میشه اون گلوکوزی که بعد از خوردن غذا قرار توی بدن افزایش پیدا کنه افزایش پیدا نکنه، یعنی کاهش افزایش قند خون بعد از خوردن غذا. حالا این کاهش قند خون بعد از خوردن غذا میتونه یک حالت کمک کننده به اون انسولینی باشه که قرار بعد از غذا توسط فرد تزریق بشه. پس گفتیم که به عنوان یک داروی کمکی در دیابت نوع 2 اثرگذاری خودش رو اعمال میکنه. نحوه مصرف این دارو در بزرگسالان و بالغین به این صورت هست که در بزرگسالان این دارو رو به صورت 25 میلی گرم TDS یعنی 3 بار در روز ازش استفاده میکنن و ابتدا باید با یک دوز 25 میلی گرمی این دارو رو شروع کنیم. این دوز 25 میلی گرمی دوزی عادت کننده هستش، عادت دهنده هستش. یعنی چی؟ یعنی با این دوز میخوایم ببینیم بیمار به خود این دارو حساسیت میده یا نمیده و بعد از 6 الی 8 روز باید این دارو رو افزایش دوز بدهیم و تا 50 میلی گرم در افزایش دوز میدهیم و تا 50 میلی گرم یا الی 100 میلی گرم TDS یعنی 3 بار در روز نیز میتوان تجویز کرد. اما باید حواسمون باشه در افرادی که وزن آنها کمتر از 60 کیلوگرم باشد ماکسیموم دوزی که بهشون میدیم چقدر 50 میلی گرم TDS می باشد. پس در مورد دوز تجویزی هم با هم دیگه صحبت کردیم. با هم دیگه میخوایم بریم سراغ حساسیت ها و تداخل ها و عوارض جانبی داره. این دارو گفتیم که توی افرادی که قرار اون 25 میلی گرم TDS اولی رو استفاده کنه ممکنه یک سری حساسیت ها ایجاد کنه. پس وقتی این حساسیت ها رو ایجاد کرد نباید مصرفش کنیم. پس منع مصرف در موقع حساسیت زایی داریم. مورد دومی که منع مصرف این دارو رو قرار داشته باشیم در افرادی هستش که مبتلا و همچنین در افرادی که مبتلا به سیروز کبدی، بیماری IBD یا التهابی روده و همچنین دیکیه یا دیابت که تو اسیدوزیس نیست منع مصرف رو بهمون توصیه کردن و همچنین در افرادی که کراتینین بالای 12 میلی گرم در دسیلیتر دارا هستن نیست باید با منع مصرف همراه باشد. قابل ذکر است که این داروی آکاربوز در کودکان مصرف ندارد. یعنی چی نباید در کودکان این دارو رو بهشون تجویز کنیم و در افرادی که بیماری های کلیوی دارند و یا بیماری کبدی دارند هم این دارو بهتر است استفاده نشود، یعنی همون با احتیاط مصرف کنیم. داروی آکاربوز یک سری تداخلاتی نیز خواهد داشت. تداخل ها و مصرف آینچ ها و مصرف استروژن های خوراکی، OCP ها، فنیتوئین و همچنین در مصرف همزمان با انسولین و سولفونین اوره ها نیز دیده شده یک سری تداخلات دارو داده است. پس از اونجایی که این دارو رو گفتیم یک داروی مکمل هستش، یعنی به تنهایی تجویز نمیشه توی دیابت و همراه با یک سری داروهای دیگه قرار ازش استفاده کنیم که یکی از اون داروها انسولین هستش، باید دقت کنیم که با اون انسولین تداخل ایجاد نکنه، چون تو یک سری دوزها تداخل ایجاد میکنن با هم دیگه. حالا بعد از این تداخلاتی که داشتیم یک سری عوارض هم توسط این داروی آکاربوز ایجاد میشه که عوارض جانبی ناخواسته هستن. یعنی چی؟ این عوارض جانبی شامل یک سری عوارض GI
و یک سری عوارض هپاتیک میشن. عوارض GI شامل اسهال، نفخ و درد شکم هستند و عوارض هپاتیکمون همون آسیب‌های کبدی هستند که گفتیم برای بیمارانی هم که باید خودش سرطان جزو بیماران کبدی هستش، این دارو باید با احتیاط مصرف کنیم به خاطر همین آسیب کبدی که میتونه داشته باشه. همچنین با مصرف این دارو یک سری بیومارکرها توی بدنمون زیاد میشن. از جمله این بیومارکرها بیمارکر ALT و AST می باشد. ALT و AST که همون توی کبد هستن، همون به خاطر آسیب کبدی هستش که باعث افزایش این ALT و AST میشه. همچنین بیلیروبین رو افزایش میده، بیلیروبین رو توی خون افزایش میده و همچنین آکاربوت باعث کاهش یک سری ویتامین و مواد معدنی هم توی بدن میشه که از جمله این مواد معدنی میشه میتونیم به کلسیم و ویتامین B6 اشاره کرد که باعث کاهش این دو ماده توی خون میشود. تقریبا داروی آکاربوز رو با همدیگه مرور کوتاهی داشتیم، نحوه مصرفش رو، اندیکاسیون مصرفش، عوارض و تداخلاتش رو با همدیگه بررسی کردیم. هر سوالی بود توی کامنت ها بپرسیم و میتونم بهتون بازم جوابش رو بدم. امیدوارم که استفاده کرده باشین از این